بنده امین فردین هستم. هلوش چند ساعت پیش یک ویدیو در کانال تلگرامی صدای مردم یا همون آمد نیوز منتشر شد که به احترام مخاطبین آمد نیوز و به احترام مخاطبین برنامه پشت پرده امروز میخوام صحبتهایی رو بکنم و جوابی رو بدم که خیلی وقت بود که از برنامه پشت پرده و از امین فردین یه سری انتقادات میشد که یه آدمی حالا مجروح حالی اومده یه ویدیوی 6-7 دقیقه‌ای صحبت کرده و توضیح میدیم در طول این ویدیو کلا خط و مشی برنامه پشت پرده رو و اینکه ما قراره که چه سیاستایی رو دنبال بکنیم و اصلا برنامه پشت پرده داره چه اهدافی رو دنبال میکنه. فقط یه نکته بگم که اول اون ویدیوی 6-7 دقیقه‌ای که اون آدم معلول الحال راجع به بنده صحبت کرد که حتی جالب اسم بنده رو نمیدونه، اومد اعلام کرد که من دوست آقای روح الله زم هستم و پدرشون و ایشون و پدرشون رو میشناسم از نزدیک. بریم جوابی خود آقای زم رو بشنویم، برگردیم تا من توضیحات خودم رو بدم. آقای زم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو اون ویدیو اشاره شده بود که شما این آقا رو میشناسی و با خودشون و بابای شما در ارتباط هستید. شما خودتون آدم مجهول حال رو میشناسید؟ جوابیه که ما نباید جوابیه بدیم، شما باید جوابیه ما جوابیه رو دادیم ولی خب این سوال هم گفتیم ما از شما بپرسیم. آره. نه من اصلا ایشون رو نمیشناسم، اصلا ندیدمشم تا. جوابی اول بود که این شخص صحبت کرده و گفته بود که آقای زم از دوستان من هستش و این صحبت رو کرد. اما نکته بعد این که ببینید آمد نیوز یک رسانه هستش و برنامه پشت پرده که خبرنگاریش رو بنده انجام میدم و به همراه یک تیم 10 نفری که من دارم هم که برنامه پشت پرده هستش. ما هم یک رسانه داریم و هیچ اختلافی با برنامه آقای زم و رسانه آمد نیوز نداریم. اونها هم اختلافی با ما ندارن. یک سری سوالات مردم از ما میپرسن که ما از آقای روح الله زم و آمد نیوز بپرسیم که ما در یک مصاحبه تقریبا 2.5 ساعت از آقای روح الله زم پرسیدیم که من توی کانال تلگرامی برنامه پشت پرده حتما بازنشر میکنم و یک سری سوالات هم بارها از برنامه پشت پرده شده بود که آقای روح الله زم و تیم آمد نیوز در رسانه خودش منتشر کرد که ما هم به اونها امروز طبیعتا جواب میدیم و این اصل دموکراسی در رسانه هستش. وگرنه اونها کار رسانه خودشون رو میکنن، ما هم کار رسانه خودمون رو طبعا انجام میدیم. اولین سوالی که راجع به ما شده بود در خصوص منابع مالی برنامه پشت پرده بود. برنامه پشت پرده یک تیم 10 نفره داره که همه اعضای اون آدم‌هایی هستن که به هر حال بیزینس خودشون رو دارن، شغل خودشون رو دارن. 2 وکیل توی برنامه پشت پرده هستش، 2 آدمی که کارهای نفوذ و امنیت رو انجام میدن، به اصطلاح عموم بهشون میگن هکر، روانشناس ما در تیممون داریم، 1 نفر کارشناس صدا داریم با توجه به فایل‌های صوتی که ارسال میشه. ما این فایل‌های صوتی رو کارشناس صدامون با توجه به تکنولوژیایی که در اختیار داره بررسی میکنه که اصل باشه یا فیک نباشه به اصطلاح و یه سری افراد داریم که برای ما کارهای ژورنالیستی میکنن و کارهای استعلامی رو برای ما انجام میدن. این میشه اعضای تیم پشت پرده که تا این لحظه تمام اعضای برنامه پشت پرده پنهان هستن و تنها شخصی که کارهای برنامه پشت پرده رو رسانه‌ای میکنه و جلوی دوربین هستش بنده، یعنی امین فردین هستم. و نکته بعدی این که خیلی ها انتقاد کرده بودن که چرا تیم پشت پرده و کلا شخص امین فردین چرا از بیت رهبری و از نمیدونم مسائل رهبری انتقادی نمیکنه. برنامه پشت پرده سیاستش بر این هستش که تمام مستندها رو بر اساس اسناد منتشر بکنه. یعنی اگر ما اسنادی به دستمون برسه حتما منتشر میکنیم. حالا یه عده میان این اپوزیسیون های لس آنجلس نشین میشینن هنر نسبی میشن جلوی دوربین فوش و بالا تا پایین یه شخصی میکشن و میگن آی فلانی دزد، فلانی چنین، فلانی چنین. ببینید اگه قرار باشه که ما سیاست‌های اونا رو دنبال بکنیم خب میشیم همون رسانه ها. ما اگر هر سندی، هر مدرکی از مجتبی خامنه‌ای، خدای خامنه‌ای، اطرافیانشون، بیت، سپاه قدس، سپاه ولیعمر، هر مستندی که به دست ما برسه و ما تیممون استعلاماتش رو انجام بده، بلا شک زیر نیم ساعت ما منتشر میکنیم. همین الان هم فراخوان میدیم اگر کسی مستندی داشته باشه ما منتشر بکنیم. حرف باد هواست. آقا به ما میگن فلانی دزده، فلانی دزده، بارها به ما گفتن. ما حرف ها رو قبول نمیکنیم. اگر مستندی وجود داشته باشه مستند رو منتشر میکنیم. ببینید چرا این اتفاق میفته. ببینید به عنوان مثال من میگم که مجتبی خامنه‌ای فرزند آیت الله خامنه‌ای دزده. خب همین جلوی دوربین بگم منتشرم بشه. بعد چه اتفاقی میفته؟
یه گروه حقوقی را میفتن از بیت میان توی کشور آلمانی که من دارم زندگی میکنن، یه شکایت از من میکنن اینجا، میگن که شما به شخصی توهین و افترا زدی، که این کار رو هم بارها انجام دادن و برای طرف 10 سال زندان میبرن با 250,000 یورو جریمه. بعد من از دادگاه میام بیرون، میگن که خیلی خوب، حالا دو راه داری، یا بری 10 سال زندان و اون 250,000 یورو جریمه رو بدی که توهین و افترا کردی بدون سند و مدرک، یا بیای ما اینو میبخشیم، بیای به سمت ما و برنامه‌های مثبت تولید بکنی و قشنگ کلا سیاست‌های ما رو انجام بدید. و اون موقع رسالت یک خبرنگاری که بنده باشم و بخوام بی‌طرف باشم زیر سوال میره. پس ما اگر مستندی وجود نداشته باشه و برگه‌ای وجود نداشته باشه مستند، نمیام صحبت بکنیم. نکته بعد این که اومده بودن گفته بودن که این آدم توی سفارت ترکیه کار میکرده و اونجا بوده چندین سالی. ببینید کار کردن توی یک سفارت برای یک خبرنگار اولا که ممنوعه، به خاطر اینکه اونجا اطلاعات محرمانه رد و بدل میشه تو سفارت‌ها و خاک اون کشور حساب میشه و شما اگر یک کم سواد سیاسی داشته باشید میدونید که اصلا خبرنگار عملا ورودشون به اونجا ممنوع هستش. و نکته بعدی اینه که حالا فرض رو میگیریم آقا باشه دیگه مثلا یه خبرنگارم بره اونجا، اگر من خب اجازه داشتم برم داخل یک سفارت برام اونجا بهشت بود، چون من ذاتم خبرنگاری اونقدر سند و مدرک جمع میکردم که حالا همینجوری هر روز بیام منتشر بکنم، اونم توی کشور پرحاشیه مثل ترکیه، نه اینکه حالا بیان راجع به اون افرادی که دارن توی ترکیه فعالیت میکنن و با منابعی که داریم اخبارشون رو پوشش بدیم. پس بهشت یک خبرنگار این هستش که اون شخص در یک سفارتی کار بکنه، چون کلی من از خودم یه 2 ساعت منو بزنم برم توی سفارتی کار بکنم، کلی فیلم و عکس و وایس و اینا تهیه بکنم. اینم نکته بعدی هستش. نکته بعدی این که میگن که آقا این طرف نمیدونم دفتر داره تو وستفالن اصلا یه استان دیگه است، ما در یک استان دیگه هستیم و شما اگر میای ادعایی میکنید یا خیلی از دوستان میگن که خرج برنامه شما از کجاست، خب مستند بیان صحبت بکنن. بنده در کشور آلمان شرکت برنامه‌نویسی دارم و کارهای برنامه‌نویسی انجام میدم و درآمد من از کلا شرکت خودم هستش و کارهای رسانه‌ای رو بر اساس علاقه‌ای که داشتم انجام میدادم. و میان میگن که شما چرا از اپوزیسیون انتقاد میکنید، دارید اپوزیسیون رو میزنید زمین. ببینید دوستان عزیز، میدونید درد من چیه؟ درد من این هستش که اون شخصی که مدام استوری میذاره تو هواپیما و کنگره فلانجا و فلانجا میگه که من همین الان با نماینده فلان کنگره صحبت کردم، اون آدم خبر از درد مردم ایران نداره. آقای سید محمد حسینی مجری برنامه ریستارت که من برای شما برنامه تولید کردم، برای ریستارت به من حمله کردن. اون دوتا جوونی که مسجد آتیش زدن توی ایران الان کجان؟ شما ازشون خبر داری به عنوان لیدر ریستارت؟ تو اون قضیه دیما و اون تظاهرات مردم رو خود ریستارتیا گند زدن بهش. مردم داشتن تظاهرات میکردن، داشت به یه هدفی میرسید، شما اومدید گفتید حمله کنید فلان کنید مسجدش بزنید، شورشیا ریختن، اصلا سیستم ریخت به هم. آیا سید محمد حسینی که مشروب تو میذاری زیر میز خودت میای جلوی دوربین صحبت میکنی، شما خبر داری از اون دوتا جوون؟ خبر داری از اشکای اون مادر؟ من 2 سال از ایران خارج شدم، میدونم اینا اگه بیفتن تو زندان چه اتفاقاتی براشون میفته. کشوری که قانون خاص خودشو داره. آقای فخرآوری که میای لایو تو هواپیما این ور اون ور میذاری، بعد به من میگی تو اطلاعات سپاهی. شما درد از اون زندانی سیاسی داری مگه؟ از اون زندانی های بند 350 زندان اوین داری؟ خبر از اونا داری که میای میگی اعتصاب غذای خشک بکن؟ نه شما نداری. منی که تو ایران خبرنگار صدا و سیما بودم، اشک اون مادرهای زندانی رو دیدم، میفهمم اینا چی میگن. از دید برنامه پشت پرده شما اپوزیسیون نیستید. شما اگر اپوزیسیون بودید راه جدیدی رو باز میکردید. خانم مسیح علی نژادی که من از شما انتقاد میکنم، شما بیش از 230,000 دلار از بنیاد بی بی جی امریکا پول گرفتید برای حجاب اجباری این ور اون ور مصاحبه میکنید. چرا یک بار نیومدی راجع به فروش و تجارت سکس دخترای اینا راجع به دبی و ترکیه صحبت بکنی؟ کمکی به این خانواده ها نکردی. یک بار تو برنامه‌ات صحبت نکردی. اون کسایی که تو ایران به عنوان حجاب اجباری گرفتنشون به خانواده‌هاشون شما کمک کردی اون پولی که گرفتی؟ شما چه اپوزیسیونی هستی که راجع به اینا صحبت نمی‌کنی؟ درد ما اینه. بعد ما میگن که شما از اصلاح طلبا انتقاد می‌کنی، از اصولگرا انتقاد نمی‌کنی. من اگر به بالهای سیاسی اهمیت میدادم، تیم من اگر به بالهای سیاسی می‌خواست اهمیت بده، ما الان تو ایران بودیم، من الان تو صدا و سیما بودم داشتم کار می‌کردم. قطعاً مطمئن باشید منی که تو ایران خبرنگار صدا و سیما بودم دست کردم تو لونه زنبور که الان اومدم خارج از کشور دارم زندگی میکنم. ما از آقای نجفی انتقاد کردیم، شهردار تهران فایل صوتی ایشون با دوست دخترش رو منتشر کردیم که ایشون به خاطر اون فایل و کارهای دیگه که انجام داده بود استیضاح شد و حالا خودشون به نوعی استفاده دادن محترمانه.
بعد گفتن که آها شما از قالیباف پول گرفتید. مدارک قالیباف رو که نورچشمی رهبری هم هست ما منتشر کردیم، اون املاک‌های نجومی و یکم حالا بازتر کردیم، قضیه دخترشون و چیزای دیگه‌ای که بود. ما به بالهای سیاسی اهمیت نمیدیم. ما اگر بخوایم به بالهای سیاسی اهمیت بدیم، مطمئن باشید که اگر یه زمانی اختلافی بین این دو بیفته، مطمئن باشید تنها کسایی که اونا فراموش میکنن من و شمای مردمیم. ما تفکرمون اینه، ما اون اپوزیسیونی که میاد به مردم میگه که کوکتل مولوتوف تبلیغ میکنه، حالا به مردم میگه کوکتل مولوتوف بزنید اینور و اونور، اون 5 نفری که کنار اونها میگیرن، ما به اونها اصلا اعتقادی نداریم. آقای سید محمد حسینی، آقای ریستارتیا، ما تفکرمون اینه. ما میگیم هر زمانی اگر اسنادی به برنامه پشت پرده برسه، ما با آغوش باز از هر شخصی که باشه، از هر ارگان امنیتی که باشه، ما منتشر میکنیم. تعارفی هم نداریم. اصول درست خبرنگاری همینه. بعد میگن که خب شما به کدوم سمت گرایش دارید؟ ما به هیچ سمتی گرایش نداریم. خبرنگاری یعنی بی‌طرف بودن. خبرنگار یعنی کسی که بتونه دانش و اطلاعات آگاهی به مردم بده. ما یک رسانه‌ایم. رسانه میدونید یعنی چی؟ یعنی که بتونه یک منتقل کننده باشه، اطلاعات رو مستند منتقل بکنه. تا الان هم همه برنامه‌های پشت پرده بر همین سیاست بوده. ما 2 تا وکیل تو تیم برنامه پشت پرده داریم. ما هیچ کدوم از مستندامون بدون نظارت وکلامون پخش نمیشه، به خاطر اینکه میترسیم از شکایت شدن، از اینکه یه شخصی بیاد از ما شکایت بکنه. حالا بیاد بگید که فلانی چرا از فلانی انتقاد نمیکنه. ما هر موقع هر مدرکی به دستمون برسه منتشر میکنیم. پشت پرده.